باری دیگر سلام با بینندگان بینیاد گرامی رادیو آزادی. ساعت به وقت پرگار رسیده است و فرصت است که من برای شما سرخط خبرهای روز رو معرفی میکنم و همه شما از آن رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر خواهم بود. ویروس کرونا پاندمی و یا بیماری فراگیری جهانی اعلان شد. پاندمی بیماری می باشد که به طور سرتاسری در قلمرو کشورهای زیادی جهان پهن می شود و به همه مردم تاثیر می رساند. در اظهارات رئیس سازمان جهانی تندرستی که دیروز در شهر ژنو نشر شد آمده است، کرونا ویروس در 114 کشور عالم تصدیق شده. بیش از 118,000 نفر گرفتاری این بیماری هستند. تاکید و توصیه‌های پیوسته مقامات توجیه و سازمان‌های بهداشتی در رابطه با احتیاطکاری و جلوگیری از کرونا ویروس در استان نوروز به فضای ایدانه در دوشنبه هم اثر گذاشته است. امسال مقامات به ساکنان توصیه دادند که این جشن را در حلقه خانواده و دور از تجمع زیادی آدمان قید کنند تا از خطر سرایت ویروس امین باشند. در این باره امروز در برنامه گزارش خواهیم داشت. دادگاه حربی تاجیکستان به بررسی مرگ یک کورسانت دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پرداخته است. این قضیه در حال دادگاهی می شود که خود حادثه 2 سال پیش رخ داده است. در کرسی عیبداری 2 کارمند این دانشگاه نشستند. آنها در مرگ کورسانت 20 ساله حاجم جان سفروف برای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم می شوند. نزدیکان کورسانت بر این نظرند که پسرشان بر اثر لط و کوب فوتیده است. ایالات متحده آمریکا وضع حقوق انسانی در تاجیکستان را تنقید کرد. در گزارش نوی دپارتمنت دولتی آمریکا، تاجیکستان همچون دولت خودکامه نام برده شده است. گزارش را دیروز در واشنگتن معرفی کردند و در آن وضع حقوق انسان در بیشتر از 100 کشور دنیا ارزیابی شده است. در گزارش آمده است که قتل‌های غیرقانونی و خودسرانه در زندان‌ها، ربودن افراد و به تاجیکستان بردن آنها با همدستی کشورهای خارجی، استفاده از شکنجه در بازداشتگاه و زندانیان سیاسی، بستن وبسایت‌ها، محدود کردن دسترسی به اینترنت، محدود کردن آزادی بیان و حقوق دینی از موردهای چشمگیری نقض حقوق انسان در تاجیکستان بوده است. و در یوان 2 جوان همشیره شفقت را از مرگ نجات دادند. زمانی که در مرکز سلامتی سوختار به عمل آمد، این 2 نفر به بالای بمب برآمدند و از آشیانه 5 با کمک بند کارمند این مرکز را به بیرون برآوردند. حادثه چگونه جریان گرفت و نجات دهندگان درباره این قهرمانیشان چی میگویند؟ شما امکان خواهید داشت در برنامه امروز بعد از 3 ساعت دیگر ببینید. ما همه شما را در پخش مستقیم منتظر خواهیم بود. اگر تا اون وقت شما هر خبری با ویدیو داشتید، لطفاً در اختیار رادیو آزادی بگذارید و خبرهای بیشتر از این رو شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. ما همه شما رو منتظریم. روزتان مبارک باشد.